اسنس. خیلی قر بزن کنه ولی همه قرم. این یه رنگ خیلی این گلو، چون اولین بار دارم فیلم میگیرم از خودم که من خیلی وقت پیشم هست کلا بیدر و پیکر، ولی یه ذره اینجوری میکشم پشت پلکم خوب میشه. همه خیلی خوشگله. استفاده میکنم برای این بلنم، ولی دیگه برای شما اینجوری پوپا رنگای ملایم و خوشگلی داره. مداد سفید مل خوبه شارل خوب راستی ریملم چطوره؟ مال خیلی وقت پیشه، شاید مال سال 91 خیلی وقت پیش، ولی هنوز هست. ببین انقدر قدیمیه که ترک خورده اینجا فاسد شده فکر کنم، ولی من میزنم برام چون خوشگله. بعد جدیدنم پیداش کردم تو وسایلای خونه پدریم پیدا کردم رو بردم بزنم. میبینید چقدر خوشگله، به هم میاد. کلا رژای براق به من میاد. نمیدونم باید با آینه صحبت کنم یا با دوربین. خوشگله معلومه اینجا خوشگلیش. تموم شد. من خیلی بخوام آرایش کنم اینه آرایشم. یه ریمل از این ژلای ابرو هم مونده که حالا بذار لباس هم بپوشم. البته رژ لبم بعد از لباس میزدم، ولی چون ذوقشو داشتم دیگه زود زدم. فعلا